дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 28. در پیشی تیریزه در زه دیوار 3 کبوتر می خوابد. من آنها را شبی پیش از عرفات هم دیده بودم. غلمغلی به محلی مردم به کبوتران خلل می رساند و آنها غرغر کنان به همدیگر کیمچی ها می گویند. گاهی بال افشانیده همدیگر را تیله داده جای عوض می کنند. زندگانی که چند روز این جانب می بینم به نظرم افسانه بر این می نماید و هر گونه افسانه ها را به خاطرم می رساند. گاها به قهرمان افسانه رشک می برم. اگر من هم قهرمان یگان مثل می شدم. یکی از این کبوتران با زبان آدمی به من مراجعت کرده خدمت خود را تکلیف می نمود. مکتوبی نوشته به وی می دادم که به وطنم ببرد، از عائله و دوستانم پیغام بیاورد. در آشیانه دوم پیرمرد سخت سلفه می کند. وی سرتراش است و از سحر تا شام بجز آن دقیقه هایی که چیلیم می کشد یا نماز می خواند با ادای کسب خود مشغول است. اکثر حاجیان به همین طریقه حج می کنند. بعضی ها که کسب و هنری معینی ندارند در مملکت های بیگانه سالهای سال حمالی کرده پول می غندارند تا که در راه خانه خدا توشه برای کرایه داشته باشد. گرانی مزد مسافرت در طیاره، کشتی و سیاره ها یکی از سبب های مشقت حج است. به مبلغی که سیاره های اینجا برای 10-12 چقلیم می ستانند در مملکت ما از شهر به شهر سفر کردن ممکن. پشه های خاموشک خوابیدنی نمی مانند. جانورهای غدار، خاموشک باغات یا صحرای ما، غینگاز زنان آمده اقلن از نزدیک شدنش خبر می داد. از آوازش جای نشسته را تخمین کرده یک شپاتی فرارید. از خارش خلاص می شدید. پشه اینجا از خونتان سیر شده می رود و فقط بعد آن جای گزیده اش را می فهمید. علمم می آید که 2 هفته عمرم به این طریقه گذشت. اگر به من می سپاریدند که افسانه جنت و جهنم را تو بباف، بجای ترازوی گناه برکشی ترازوی روز برکشی را اختراع می کردم. وقتی بیهوده گذرانیده و عمری به نفع کار صرف کرده آدمان را علاهیده برمی کشید و اندازه جزای مکافات هم موافق همین تعیین کرده می شد. در جاگه نوی خود 2 قط شده اکنون خوابیدن می خواستم که اسکندر به صحبت حاضر شد. حاجی؟ گفت او. امروزها هوایت بلند شده است. چرا به صحبت جیغ نمی زنی؟ هر کار وقت و ساعت دارد. اوهو، تراشه بر این دغل شده ایستاده ای که حاجی؟ دوغ نزن جورا جان.
و تقدیرت تن ده و کاری ثواب کن. باز چیکار کنم؟ از بازی که تو درباره گور قیامت آدم و حوا لکسه میخوانی، مراق من به این مسئله ها می افزاید. التماس باز یگان چیز نقل کن. از دوزخ حکایت کنم. سر کن. در جهنم دری هست که 70,000 بینا دارد. در هر بینا 70,000 حجره هست. در هر حجره 70,000 مار سیاه منتظر من و تو حلقه زده نشسته است. در شکم هر مار 70,000 خم زهر قاتل هست. های های های، بای بای بای. جهنم باز 40 گوشه دارد. در هر گوشه 40 مار. در شکم هر مار 330 کژدم و در پیش هر کژدم آنقدر زهر هلاهیل هست که 330 خم پر می شود. باز یک چند تقاره دیگر می ماند. لباس جهنمی ها از میس گداخته است. در پاهاشان کیشنی آتشین، مغز سرشان بلیق بلیق می جوشد. خداوند غمخوار ملک شاه نام ملائکه‌اش را سردار جهنم تعیین کرده مانده است. هر مسلمان گناهگار آب گوید، ملک شاه کاسه آتشین را از خون فساد پر کرده می دهد. کلانی هر یک ذره آتش در جهنم ورتلیات برین و گناهگار را که با آغوش این آتش انداختن استخوانش ترکیده مثل آرد دوبیزه نرم می شود. اما خداوند رحیم آنها را باز جمع آورده جان می بخشد و از سری نو به کامی مار و اژدهای و آتش و سنگ می اندازد. قایل منجور جان، قایل. بکی قایلی؟ به پروردگار یا به حضرت ملک شاه؟ به هر سه‌یش، به پروردگار، به ملک شاه و با آن کسی که خیال و تفکر آدمی بر این یک معجزه بی‌نظیر طبیعت را به اختراع همین گپ‌ها صرف کرده است. خیر، قانع شدی؟ جورا جان، 1 درجه. باز چی میخواهی؟ سوال دارم. کوپرتا؟ گویا گفته باشند که به اختیار هر مردی که به جنت داخل شد 75,000 پری دختر و 75,000 پری پسر داده می شود. گویا گفته باشند، نگویم این بعد. این وعده در نادر المعراج انیق و یقین نوشته شده است. باز خوبتر. لیکن چگونه اجرا شدنی همین وعده به کله من ندر آمده ایستاده است جورا جان. پس جای تو میدونی کجاست؟ پس جای تو دوزخ است. دانستمان. صبر کن عزیزم. من گفتنی هستم که برای چی داده شدنی پری دخترها معلوم. خیر، پسر بچه ها را هم به مگزین برای پاپیراس و گوگیرد یا مثلا برای آوردن گازیت نو میفرستانی یا میفرمایی که زود روده ودپرواد را کشاله کرده به فلان و فلان کوچه ها آب باشند. خلاصه آنها نیز در کار میشوند. فهمیدم. خوش. من فهمیدن میخواهم که 150,000 دختر صاحب جمال و پسرهای خدمتگار را یک باره وابسته کرده میمانند یا به قدر پیر شدنشان نو کرده میستند. هفته فهم. در جنت کسی پیر نمی شود. پس یک باره آورده میسپارندد. اینش را یقین نمی دانم. انا همین نقطه را عمیق‌تر فهم. موافق شنیدم کلانترین دانشمندان این مسئله ها در مکه است. مکه مکرمه؟ در مکه است. مکه مکرمه. در مکه مکرمه جمع شدند.
تو عزیزم سهل نگیر. از کار تأمین کردن 150,000 ملائکه کاری هزل نیست. ها، از تجربه میدونم دیگه. در خاطر داری باری به پختچینی رفته بودیم و مرا یک روزه سردار شمایان تعیین کردند. همان روز شما نااصلها شیری از مادر خوردم را به دهانم آورده بودید. سیاحت در بام فارد. همسایه قلداش خواجه حلواگر مردی بدقواق تیره روی با سیاره سبکروش سحری آمده ما را سوار کرده و مهمانی برد. در راه از کوچه سیر آدمی می گذشتیم که راننده به سست کردن سرعت گشت وادار شد و از این حالت خیلی آتشین گردید. اتفاق حاجی به زیر دست راننده افتاد و او علم عیسی را از موسی گرفت. مردی ضعیفی که از اندام و شمرده قدم گذاشتنش درمندیش بر الله ویدا بود سیگنال های تکراری او را نشنید. هنگامی که سیاره نهایت دامن او را رسیده پیشتر گذشت و پیکر خمیده آن مرد به تیریزه راننده راست آمد، او ما بین شانه های حاجی مسافر را نشان گرفته مشت فراورد. مسافر به زمین فرو شد. بنده به غیر اختیار به سوی راننده دست یازانیده سیاره را نگاه داشتنی بودم که قاریکه از آستینم محکم داشتن. وزنین شوی دکتر، می گفت نگاهی ملامت آمیزی سردارمان. مداخله به کار و بار این مردم از وظیفه های ما نیست. میدانی کو؟ از تیریزه پس براه نگریستم که مردی دردمند همچنان دراز کشیده می خوابید و مردم اطرافش تابان به سری آن بیچاره جمع می شدند. عجب، مرا چقدر مدت لازم است که به مسافری خود عادت کنم و پیوسته در یاد داشته باشم که اینجا عربستانی سعودی است، نه اتحاد شوروی است و در اینجا قاعده و قانون‌های خاص آن کشور جاری اند، نه وطنی تو. حلواگر همه هنر و ثروت خود را در روی دسترخوانش نمایش داده بود، اما از گلوی من چیزی نمی گذشت. میزبان از برای کسب و کار، از حولی های قطار، دکان و زنهای بیشمار به ایست می لقید. مولا جان، وقتی گسیل به من گفت حلواگر، یک بانک آب زمزم و یک خالینچه جای نماز می دهم، انشالله به عکه هم می برید دیه؟ همتونی؟ میلش می بریم، لیکن جای نمازتون به چی حق ها؟ به چی حق؟ هی شما واقعی پارسالایه گفته ایستاده اید ها؟ به گذشته صلوات ملا، همتونی؟ اگر چندی از مسافه 12,000 کیلومتر از کسی به کسی آب کشانیدن از نقطه نظر ایرفلات ما غایت ثواب نیست، وعده دادم که سوغاتی حلواگر را به قار شکر میبرم. بعد عصر در تگی در زین کوشک اتوبوسچه فارد پیدا شد. از بس که دیگران با احتیاط کردنی لشلوش و قلف کردنی چمدانهایشان بند بودند، من و اسرافیل به سیاره از همه پیش سوار شدیم.
از بام سیاره، از بالای پنجره باغاجمانه که آن جای گرفتیم تا که بعد چند روزی در گرما پختنمان از شمال راه قدر بهره برداریم. رای طایف مبارک از عیدگاه‌های دیروزه می گذشته است. در مینا، مزدلفه و عرفات اکنون جانذاتی نبود. باد کاغذ و لثه پاره ها را از زمین برداشته در آسمان فراخ سیر می کنانید. طایف در بالای صفکوه 2400 فوت بلندتر از سطح بر واقع گشته است. تا برآمدن از راه کوهی مارپیچ 2 مراتب پاسپورت ها و اجازت نامه ها را تفتیش کردند. در طایف مبارک یکی از لاگرهای حربی موجود بوده است و قسمهای هوایی و قشونهای زمینی در تحت نظارت اینستروکتوران همه جا حاضر امریکایی مشق می‌کردند. کوهسار طایف جا جا قله های پس داشت و دره نداشت. چنین می نمود که یک وقت ها کوهسار حقیقی بوده است و بعد آن را تا نصفش ریگ و خاک پخش کرده است و اکنون فقط نوک قله ها از خاک بیرون برآمده ایستادند و خلاص. یک ویلس حربی از رو بر رو آمده در برابر سیاره ما قرار گرفت. در پهلوی شفیار ویلس مرد در لباس نظامی می نشست. وی با یک دست پیکر چیلمی بزرگی را نگاه داشته، با دست دیگر هر زمان میلی ریزینیان را به دهان می برد و یک 2 قلاب دود را به هوا سر داده راننده سیاره ما را سوال باران می کرد. نهایت از جوابهای مفصلی او که فقط کلمه زین کوشک به من شناس بود قانع شده به راه خود رفت. از مهمانخانه دارالسلام جای گرفتیم که جای درستی خفت خواب داشت. مأمور مهمانخانه جورقاری نام مرد 32 ساله زباندان بوده است. ترکی، فارسی، عربی و انگلیسی را خوب می دانسته است. قبل از خواب به دالان مهمانخانه برای تماکو کشی برآمدیم. جورقاری مرا از پیش میز کاریش نشانده به زبان تازه تاجیکی گفت: حجت‌هایتان را قید می‌کردم. تاجیک بودنتان را فهمیده خرسند شدم. از ملاقات بسا ممنونم. کمینه مخلص ادبیات فارس و تاجیک هستم. علل خصوص فردوسی را دوست می‌دارم. در یاد دارید ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجای رسید کار که تخت کیان را کند آرزو. تفو بر توی چرخ گردان، تفو. шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев шунидед. ровӣ ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ, коргардон Шералӣ Нағзалӣ, муҳаррир Обиҷон Саидзода. анҷоми гуфтори 28.